یه وقتایی تو زندگی ما احساس میکنیم خدا با ما قهره، فکر میکنیم خدا نمیشنوه، چرا حرفامو گوش نمیکنه؟ خدا هست. سوره والضحی رو که میخونی، این قسم پشت قسم، این وعده پشت وعده، این گذشته و این نعمتهای گذشته رو هی خدا مرور میکنه، بعد میگی خدا هست. خدا خدای محمده. نبیشو یه جاهایی تو انقطاع وحی گذاشت، چند سبایی براش وحی نفرستاد. نبیش تو این ایام تو یک تلاطم درونی بود، تو حیرت بود، تو گیچی بود، تو سردرگمی بود. چرا وحی نمیاد؟ چرا وحی نمیاد؟ چرا وحی نمیاد؟ طعنه ملامت میشنید، منتظر 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 تا اینکه الله آمد با این پیام: والضحی واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا. الله تو رو